برد راحت شاگردان کارلتو در شبی که همه از وینی و امباپه گل می‌خواستن، اما اندریک به این دو بازیکن درس گلزنی داد. سلام به همگی دوستان، من امین هستم و به چنل فوتی اسپیس یا همون فضای فوتبالی خوش اومدین. ویدیو امروز خلاصه بازی رئال مادرید و وایادولید در هفته دوم لالیگا. شماتیک ترکیب رئال مادرید 4-3-3 و متشکل از کورتوا، کارواخال، میلیتائو، رودیگر، فران گارسیا، والورده، شامینی، گولر، رودریگو، وینی و امباپه بود. بازی در نیمه اول با مالکیت تیم رئال مادرید آغاز شد، اما بازی زیاد جذاب نبود و در نیمه اول فقط شاید یک موقعیت جدی توسط رئال مادرید بودیم. در دقیقه 9 آنتونیو رودیگر در وسط زمین دید فوق‌العاده‌ای داشت و فرار امباپه رو دید و با یه پاس تو عمق عالی یه فرصت خوب گلزنی برای امباپه فراهم کرد تا این بازیکن یه ضربه والی زیبا با پای چپ بزنه، اما دروازه‌بان تیم وایادولید مغلوب امباپه نشد و با یه سیو عالی مانع از گلزنی امباپه شد. در ادامه هم دیگه شاهد موقعیت خاصی نبودیم و بازی با همون نتیجه 0-0 در نیمه اول به پایان رسید. واقعا شاهد بازی جذابی نبودیم در نیمه اول و وایادولید حالا ازش زیاد انتظاری نمیره، اما رئال مادرید خیلی انتظارات ازش بالاست و واقعا این اسکواد رئال چنین بازی براش فاجعه است. تیم یه جورایی هماهنگ نیست و بازیکن‌ها زیاد با هم مچ نیستن. امیدوارم در نیمه دوم شاهد بازی جذابی باشیم. بازی در نیمه دوم برخلاف نیمه اول جذاب و هیجانی آغاز شد و در دقیقه 48 نزدیک بود رئالیا به گل برسن اما نشد. فدریکو والورده با یه پاس عالی گولر رو در محوطه جریمه صاحب توپ کرد و گولر ضربه خودش رو با پای چپ به توپ وارد کرد، اما باز هم سنگربان این تیم یعنی کالهین مانع گلزنی رئالیا شد و توپو دفع کرد. رئال مادرید بالاخره در دقیقه 50 توسط والورده به گل رسید. اونم چه گلی! یک کاشتگیر تیم رئال اومد و گولر، رودریگو و والورده پشت توپ ایستادن و بعد از یه حرکت تمرین شده رودریگو توپو برای والورده کاشت تا این بازیکن یه شوت فوق سنگین بزنه و بعد از اصابت به بازیکن وایادولید توپ به تور دروازه بوسه زد تا حساب کار 1-0 به سود کهکشانی‌ها بشه. رئال مادرید بلافاصله بعد از گل نزدیک بود اختلافو به 2 گل برسونه، اما این بار توپ راهی به دروازه نداشت. رئالیا در نیمه خودی توپگیری عالی کردن و توسط گولر ضد حمله فوق‌العاده‌ای زدن و بعد از اینکه گولر توپو به وینی رسوند، وینی هم توپو دوباره به گولر سپرد تا این بازیکن ضربه خودشو بزنه و توپ در راه به دفاع این تیم برخورد کرد و راهی به چارچوب نداشت. وایادولید هم در این بازی خودی نشون داد و در دقیقه 53 توسط مهاجمشون نسگر نزدیک بود به گل برسن، اما کورتوا به این راحتی دروازش باز نمیشه و با سیو فوق‌العاده‌اش مانع گلزنی این بازیکن شد. تیم رئال در این نیمه خیلی خوب بازی میکرد و در دقیقه 63 باز هم موقعیت رئالیا گل نشد. وینی با یه پاس تو عمق عالی فران گارسیا رو راه انداخت و این بازیکن توپو به روی دروازه ارسال کرد و گولر هر طوری که شد ضربه خودش رو به توپ وارد کرد، اما کالهین باز هم مانع گلزنی گولر در این بازی شد. در دقیقه 67 چه فرصتی رو از دست دادن رئالیا، واقعا در این صحنه خیلی ضعیف کار کردند. میلیتائو با یه پاس تو عمق دیدنی رودریگو رو صاحب یه موقعیت عالی کرد، اما این بازیکن در این صحنه فاجعه بار کار کرد و با یه پاس خیلی کم جون موقعیت رو خراب کرد. در دقیقه 68 باز هم گولر مغلوب شد. گولر در پشت محوطه جریمه با یه حرکت زیبا توار زد و شوت عالی هم زد، اما باز هم کالهین عملکرد فوق‌العاده‌ای از خودش نشون داد و توپو دفع کرد. در دقیقه 79 وینی جونیور با دریبل‌های فوق‌العاده‌اش بازیکنان این تیم رو از پیش رو برمی‌داشت و با یه پاس بیرون پا موقعیت خوبی برای امباپه ایجاد کرد و ضربه خودش رو امباپه یه تیکه با پای چپ زد، اما باز هم کالهین فوق‌العاده توپو مهار کرد. در دقیقه 86 باز هم موقعیت رئالیا تبدیل به گل نشد. والورده با یه ضربه سر امباپه رو تقریبا تک به تک کرد و استارت امباپه عالی بود، اما ضربهشو خیلی بی‌دقت زد تا باز هم در لالیگا در امر گلزنی ناکام بمونه. رئال بالاخره در دقیقه 88 به گل دوم رسید. میلیتائو یه پاس عالی برای براهیم دیاز فرستاد و این بازیکن خودشو عالی از مدافعان جدا کرد و با یه چیپ زیبا توپو به تور دروازه چسبوند تا حساب کار 2-0 به سود رئال مادرید بشه. رئال مادرید دست بردار نبود و در دقیقه 96 گل سوم رو هم به ثمر رسوند، اونم توسط چه کسی؟ اندریک. براهیم دیاز فوق‌العاده کار کرد و توپو به اندریک رسوند و این بازیکن توپو روی پای راست آورد و یه شوت پرقدرت زد تا توپش به تور دروازه دور از دستان کالهین بوسه بزنه و اندریک پیام‌آور شادی برای تیمش و هوادارا شد تا حساب کار 0-0 بشه و بازی هم به نفع رئال به پایان برسه. رئال مادرید با یه پیروزی راحت در خانه
4 امتیازی شد و در بازی بعدیش باید به مصاف تیم لاس پالماس بره.